من به شما بگم امروز اگر جمهوری اسلامی به امریکا حمله بکنه، امریکایی‌ها توان پاسخگویی نظامی ندارن، خواهند اومد دست دراز کنن برای مذاکره که آقا بیاید جوری حل و فصل کنیم. نه تنها نمیتونن حمله کنن، بلکه اگر بهشون هم حمله بکنیم نمیتونن جواب بدن. واقعا اینجوری هست. با کدوم اقتصاد میخوان بجنگن؟ با کدوم پشتوانه مردم خودشون؟ با کدوم پشتوانه تو مردم ایران؟ با کدوم پشتوانه تو افکار عمومی دنیا؟ با کدوم ارتش روحیه دار؟ اصلا همه جا در محاصره ما هستن. امریکایی‌ها همه جای منطقه الان در محاصره نیروهای حزب اللهی هستن، در تمام این منطقه. هر جا تکون بخورن، ناوگان پنجمشون تو بحرین، پایگاه هواییشون تو قطر، اصلا همه جا در محاصره، در کویت. محال که محال نیست سردار، اگر همین الان این کارو بکنه بسیج اگر بسیج، من میگم بسیج رو بگید. من الان ازم بسیج کوچکترین پاسخش به هر تجاوز رژیم صهیونیستی آزادی قدس. کوچکتر از این حتما نیست. یعنی هر اتفاقی بیفته کوچکترین پاسخ رژیم صهیونیستی بهانه‌ای باشه که داده. بله، بسیجی‌ها لحظه شماری میکنن. ما بر اساس حکم اولیه اسلامی که تو رساله امام نوشته دیگه، جای پنهان که نیست، که هر مسلمان مکلف است که هر جا خاک مسلمان ها اشغال شد برود برای آزادسازیش قیام کند و برای اینم نیاز به اذن حاکم شهر نیست. این فتواست. منتها به خاطر حکم ثانویه و محظورات بین‌المللی و مطالب اهم و مهم که میشه، میگن خب الان شما مجاز نیستید. این حکم همه لحظه شماری میکنن که یه بهانه دستشون بیاد برن کار این صهیونیست‌ها رو تموم